إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظیم. افاده ای مبارکی است که الله متعال دستور میده مسلمان ها همگی از سوی الله توبه کنید و رجوع و بازگشت داشته باشید تا شما به کامیابی و فلاح آخرت برسید. قسمی که در شبای گذشته یادآوری کردیم تاکیدات بیشتر رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد توبه و عملکرد خودم جناب علیه السلام به شکل قولی و روایت‌های زیادی که داریم که محبوبترین صحابه خدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی خصوصی امر کرده که راه توبه و استغفار را بگیرید. موضوعاتی که انشاءالله زنده باشیم شبای بعدی هم سرش بحث میکنیم. خود در برنامه امشب سی مسئله را توجه داشته باشد برادران محترم. از احادیث یکی چیز که پیغمبر اسلام میفرمایند من سعادت المرء، از نیکبختی یک انسان، از نیکبختی و خوشبختی یک انسان است که ان یطول عمره، که عمرش در این دنیا دراز باشه. برای کسی که الله متعال عمر زیاد نصیب بکنه و یرزقه الله الانابه، و الله متعال در جریانی از عمر و طول عمرش توفیق انابت، رجوع و برگشت و توجه به سوی الله را میگه. یعنی در این عمر زیادتر به توبه و استغفار و ندامت و پشیمانی به سوی الله جل جلاله داشته باشه یادم. اینی رقم عمر مزناک زندگی است، عمری که پیغمبر اسلام نتیجهش سعادت و نیکبختی معرفی کرده. و بارها میگیم که کلماتی را که باز الله متعال و رسولش و بیان میگره در روی هیچ شک و شبهه نیست. اصل خوشبختی یک انسان واقعا و اصل نیکبختیش و سرفرازیش همون نیکبختی است که اسلام نیکبختی گفته. و شما هم در دعای ما معمولا به هر کس خداوند بچه خوشبخت بسازه، نیکبخت بسازه، این شوی دعای نیک میکنیم. در حقیقت یک دعای نیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و کسی که الله متعال عمر زیاد و توأم با این و توبه و استغفار و انجام اعمال نیکی را توفیق نصیب کرده، این از خوشبختی یک انسان است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میره و معرفی بیان گرفته. همچنین در حدیثی میفرماید که ان الله ينزل كل ليله الى السماء الدنيا، الله متعال جل جلاله به گونه بلاکیف هر شب به آسمان دنیا پایین میشه. البته از متشابهات است به اون شأنی که به الله لایق است. حین یبقى ثلث اللیل الاخیر، زمانی که سیوم اخیر شب باقی میمانه که وقت سحر میگرده، نزدیکایی که صبح میشه و حالا همی اوقاتی که معمولا ما شما به سحری میخیزیم کل شب که آدم سه بخش کنه، قسمت اخیر سیوم شب که وقت بهتر تهجد هم خدا توفیق نصیب کنه مسلمانایی که سحرخیز هستند و در نیمه های شب با طاعت و عبادت و مناجات و نیایش الله متعال برمیخیزن از خواب و تهجد ادا میکنن و دعا و نیایش دارن. این بهترین وقت است و علتش است که هر شب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله متعال به شکل بلاکیف، یعنی کیفیتش بدنا به الله متعال معلوم است و ما شما نیم، نازل میشه فیقول و میگو الله متعال خود میگو و ندا میکنه که هل من تائب فاتوب علیه، آیا از بنده های ما کسی است که در این وقت توبه کننده باشه به ما که ما باز توبهش بپذیرم و قبول کنم. فاتوب علیه، که ما بالایش قبولی توبه کنم و توبهش بپذیرم.
باز صدا میکنه که هل من مستغفر، آیا کسی استغفار گوینده هست؟ این کلمات استغفار و بخشش و مغفرت به زبان میاره که الهی مرا ببخش، مغفرت گوینده ها فاغفر له، که مولا ببخش. هل من سائل، آیا کدام سوال کننده هست؟ کسی که حاجتی داشته باشه، مشکلی داشته باشه، نیازی داشته باشه و او حاجت خدا را در میان بگذاره با من، او هست، موجود است. و یوتا سؤله، که بدون سوالشه، یعنی سوالشه و حاجتشه و نیایششه پوره بسازونه. حتی یطلع الفجر، تا که فجر طلوع میکنه و این وقت آخر داره دیگه، تا آخر وقتی که باز فجر طلوع میکنه، مثل که در انتهای شب قدر آمد تا مطلع الفجر میگو، تا زمانی که شب خلاص میشه و صبح صادق میدمه و طلوع میکنه. سه مسئله که اینجا کلمه توبه به کار برده شده، کلمه استغفار به کار برده شده و کلمه سوال و طلب حاجت و دعا به کار برده شده که در هر سه مسئله، در هر سه بود و شما نیازمندترین بنده ها هستیم و برسی ازی کاملا تشنه هستیم. و این حدیث اصلا جنبه تشویقی به این داره که نه تنها در رمضان، کال چون رمضان مبارک است و اکثر بحثای ما که بحث میکنیم به رمضان مبارک ارتباط میتیم، که بارهای مسئله را گفتیم چون رمضان مبارک خصوصا در عرصه توبه و استغفار و همه یک شانس بیشتری است نسبت به دیگر اوقات، اما این تنها مخصوص رمضان نیست. این حدیث در باب توبه و استغفار است، عام در همه اوقات سال نمیتونه است، در همه اوقات سال. چون تکرار میکنم رمضان باز یک ذره اهمیت زیاد داره و این خاطر بحثا را ما در رمضان جدتر مطرح میکنیم و امیدوار از این هستیم برادرای محترم که حدیث دیگه را اگر در نظر بگیریم، پیامبر علیه السلام میگه بهترین عبادت، بهترین طاعت امروز که ولو که کم باشه اما دوامدار باشه. یک وقتی مخصوصه، یک ماهی را، یک وقتی از اون آدم اختصاص نده که من این وقت این کار کردم دیگه بس. اغلبا خدا خیر بده مسلمان ها را از اول رمضان این گپ میزنیم، این گپ خدا را خواسته برداشت سو نشه، بازم به خاطر تشویق هست که این ما تایید بکنیم امی عمل در رمضان. برای تایید یک پیشنهاد داریم که میره ادامه بدیم برادر محترم، تنها در رمضان این کار نکنیم، بعد از رمضان هم سرپش ندیم میگه دیگه پیلا ندیم، دوامدار میگه آمدنتون در جماعت خدا خیر نصیب کنه کل مسلمان را. بارها می صدای ماست، صدای منبر، ندای منبر، پیام هر عالم یک دین نیست که هر مسلمان هر وقت نمازش با جماعت باشه. این نمی رکن که در نمازهای تراویح ختم جمع و جوش است، نه هر وقت باشه در 5 وقت نماز، هنوز نماز فرض است و یک نماز نفل است. یعنی منطور که در روزهای جمعه رمضان مبارک نام خدا مساجد جای نیست، صفا و سرکا در هر جمعه دیگه مزید کرده بیشتر و بیشتر باشد. تنها منحصر نسازیم عبادت و این موضوعات در رمضان، گرچه که رمضان ثوابش بیشتر است اما دیگه اوقات و وقت طاعت عبادت است. هیچ کسی گفته نمیتونه که این خود یک صرف روزه گپش علایده است که روزه فرضی وقتش در چه وقت است؟ در رمضان، یا بعضی اختصاصاتی که رمضان داره که بیشه هم گفتم دیگه ماهانه داره، اما عبادات عام هیچ کس ثابت ساخته نمیتونه که تنها در رمضان است. نماز نفل در رمضان هم است، وقتش در غیر رمضان. نماز جماعت واجب در هر 5 وقت نماز است، نه تنها در رمضان. مسلمان محترم امی درس اصلا رمضان میتونیم صبحی هم در درس خوندیم گپ صبر، گپ احسان و نیکی و پدر و مادر بود که آدم از رمضان یک حکمت فلسفه رمضان است که بسیار درس‌ها را می‌آموزه. وقتی که مثلا در برابر گشنگی و تشنگی همه ما صبر میکنیم، استقامت میکنیم، همین درس در 11 ماه دیگه در برابر هر عبادت که وقتی سختی میاد، یعنی همونطور که مقاومت میکنیم در رمضان بیاموزیم در غیر رمضان هم مقاومت کنیم، استادگی بکنیم، در هر وقتی بکار است. بنابراین این حدیث چه در رمضان چه در غیر رمضان، در رمضان بیشتر کال از خاطر سحریان کلگی میخیزه، زن، مرد، پیر، جوان کوشش کنیم مشاهدگان یادآوری کنیم برای که یک نان و یک چیزی میخوریم استفاده میکنیم
یک جای نماز هم بخونیم، چیزی که توانمندی است یک کمی وقتتر بخیزیم. این وقت واقعا یک وقت بسیار نفیس، توبه بنده را خدا قبول میکنه، استغفار بنده را خدا قبول میکنه، دعا نیاش بنده را خدا قبول میکنه و وقت اجابت واقعی دعاست. الله متعالی توفیق در همه اوقات سال و کل ما شما نصیب گردانه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.